بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی و عزیزان و شنوندگان ارجمند، امروز برای شما شرح می‌دهیم یک دعای است، سر دعای پرمضمون، پربرکت، پرمعنا که نامش سید الاستغفار. سید به معنای جناب، سید یعنی که به معنای که از همه بالا مرتبه، یعنی دعایی که از همه بالا مرتبه است. برای شما شرح می‌دهیم و گوش دهید، بهره برید، به دیگران رسانید که بیام از شما بهره برند و از پاداش نیک خود را محروم نسازید. بعضی برادران میگن که بسیار تیز سخن میزنید. تیز سخن زنی من برای آن است که اگر که من آهسته آهسته سخن زنم، دقیقه های درس خیلی زیاد میشوند، شما هم گوش نمیکنید. لیکن من همون سخنایی که میزنم، سخنا را به هم زبان تاجیکی عادی گپ میزنم که فهمید. خلاصه حدیث در امام بخاری است، روایت بسیار دارد، در امام ترمذی است، در امام نسائی است، در امام احمد است. خلاصه بسیار روایت دارد. ما حدیث بخاریش میاریم 6306. شداد ابن اوس رضی الله عنه میفرماید که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند، در بعض روایت میگوید که سید الاستغفار، میگه یعنی که سرور استغفارها، سرور استغفار یعنی که از همه بلندترین، یعنی که از همه بزرگترین استغفار کردن است. بزرگترین استغفار کلمه معنای چی دارد؟ معنای طلب مغفرت یا که طلب آمرزش دارد. انسان از الله طلب مغفرت می‌کند، یعنی توبه می‌کند، طلب غفران می‌پرسد، طلب بخشش و عفو می‌خواهد از الله. همین کلمه استغفار در بر می‌گیرد. در بعض روایات میگه سید الاستغفار، در بعض روایات میگه ان سید الاستغفار ان یقول العبد. در بعض روایات میگه که آیا من شما را دلالت کنم به سید استغفار، یا که در روایات میگه آموزید سید استغفار. خلاصه میگه سید استغفار، گفتیم سید استغفار همین دعای هست، بسیار دعای مرتبه بلند دارد. ان تقول که بگویی اللهم انت ربی، ما اول میگیمش براش ما ازاد کنید، بعد شرحش میتیم. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. همین همش دعای استغفار است. بعد پیغمبر میگه که صلی الله علیه و سلم، کسی میگه که همین دعا را گفت در روزانه گفت، یعنی از پگای گفت، موقنم بها، یقین دارد به همین گفتهاش، به همین گفتگات شرح میتیم، یقین دارد به همین گفتهاش، همون روز مرد پیش از آنکه بیگاه شود، در همون روز مرد وفات کرد، از دنیا چشم پوشید پیش از آنکه بیگاهی شود، پس او از اهل جنت است. اگه شرط ها دارد، باید نمازخوان باشد و خلاصا باید موحد باشد و باید مشرک نباشد، شریک یعنی نورزد. همین خیلی دیگر میگه کسی گفت که کسی همین دعا را از شب گفت و به همین دعا به همین گفتهاش یقین دارد یقین دارد به همین کلمه‌ای که میگه فمات قبل ان یصبح، پیش از آنکه صبح شود وفات کرد، پس او از اهل جنت است. یعنی که کسی که پگاهی گفت تا بیگاه، اگر وفات کرد از اهل جنت است. کسی که شب گفت پگاهی نشده وفات کرد از اهل جنت است. انا کو شرطاشو میگیم. هر کلمه این معنای خود را دارد. انت ربی چی معنا دارد؟ انت ربی معنای دارد که اعتراف و اقرار میکند که به توحید ربوبیه اقرار میکند. یعنی انسان وقتی که میگوید که تو پروردگار منی، انسان اقرار و اعتراف میکند که هر آینه به تأکید برای الله توحید ربوبیت اقرار میکند که الله یگانه است در ربوبیتش، یعنی الله تنها او خالق است. معنای اللهم انت ربی، یا الله تو پروردگاری من هستی، ای تو پروردگاری من هستی، در بر چی میگیرد؟ تو خالق من هستی، رازق من هستی، شفا دهنده من هستی، اداره کنی کون هستی، همه چیز در بر میگیرد. چیزی که ربوبیت، توحید ربوبیت در بر میگیرد، همون در بر میگیرد. میگه اللهم انت ربی، اعتراف میکنی، اقرار میکنی لا اله الا انت، اقرار میکند انسان که به توحید الوهیت که الله تنهاست، غیر الله هیچ کس شایسته و لایق پرستش نیست، اوست یگانه، او یگانه را میپرسیم، او یگانه را دعا میکنیم، از او یگانه رزق و شفا و دیگر چیزا میخواهیم، تنها اوست. توحید اینم توحید عبادت میگن که بنده وقتی که همین سخنا را که میزند، هر یک سخن اینا معنای خودش دارد، به همین سخناش اعتراف قلبی و زبانی و عملی میکند، قولی
اعتقاد به دل میکند، به زبان میگد، به بدن عملیش بکند. برام میگد لا اله الا الله، نیست معبودی به حق شایسته عبادت مگر تو. دوامش میگه خلقتنی، تو مرا آفریده ای، و انا عبدک، و من بنده تو ام. ای این اقرار میکند بنده به عبودیت و پرستشی تنها الله را، و سرخمی و پستی و فروتنی برای الله فقط است که تو خلقتنی، ای تو مرا آفریده ای و من بنده تو ام، من تو را تنها عبادت میکنم، غیر دو کسی را عبادت نمیکنم. همه این معناها را در بر میگیرد. این تنها به زبان گفتن نیست، این هم به دل است. هر کلمه این از دل میگذرد، به زبان میگویی، به بدن عملیش بکنی. برای همین پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی که همین سخن میزد و یقینا میداند، یقینا عمل میکند، یقینا به دلش میگذارد، یقینا به زبانش میگوید، پس او چی است؟ او از اهل جنت است. خلقتنی، هر تو مرا آفریده ای، و انا عبدک، و من بنده تو ام. به عبودیت، به بندگی تو اقرار میکنی که تو بنده الله هستی. وقتی که تو بنده که گفتی، کاری بنده چیست؟ پرستیدن الله. چیزی که الله برای تو امر کرده است امر ادا میکنی، چیزی که تو را نهی کرده است از او دوری میجویی. وقتی که تو میگی من بنده تو ام، من مسلمانم، همین معنا را دارد برادران گرامی و خواهران، که وقتی که تو خود بنده که میگویی، همین معنا را دارد که تو بنده ای، تو آزاد نیستی، تو بنده ای. چیزی که پروردگارت، آفریدگارت تو را امر کرد، تو باید امر او را ادا کنی. چیزی گفت که نکن، باید نکنی. چیزی گفت که بکن، باید بکنی. تو بنده هستی. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت. چی میگه؟ من بر همون عهد و پیمان و وعده که دادم، در همون وعده هستم. چی وعده دادی ای بنده ای؟ چی وعده دادی؟ معناش چیه؟ من به همون عهد و پیمانی که دادم، به همون وعده کردم که من به تو ایمان میارم، که من طاعت خالصا برای تو انجام میدهم. خالص، نیتم خالص برای تو است، ایمان برای تو میارم، اخلاص برای تو میکنم در عبادتم. در چه عبادت؟ نمود عبادت نباشد، از نماز است، روزه است، از حج است، از همه چیز. چه قدری که میتوانم، مستطعت، چه قدری که میتوانم، همه توانایی و وسعت و کوشش و تلاش دریغ نمیدارم، همه را میکنم. چه قدری که تانستم، آنچه که برای تو وعده دادم، عهد و پیمانی که دادم، به همون اجرا میکنم. بچه که همون تواناییم هست، همون رو ادا میکنم. باز بعضی اهل علم میگوید که معنایی که و انا علی عهدک، من به همون عهد و پیمانی که دادم، ای همون عهد پیمانی که وقتی که آدم علیه السلام آفرید و از پشت او همه، از پشت پدراشون همه، از پشت آدم و از پشت پدرش همه را آفرید، در حالی که الله گواهی داد که شما، آیا شما از پروردگارتون هستید؟ آیا آفریدگار شما من هستم؟ پس آنها چه گفتند؟ بلی پروردگار ما تو هستی، تو ما را آفریده ای و ما وعده میدهیم که به تو شریک نمیاریم. عهد و پیمان است. برای چی گفت؟ مست چی قدری که توانایی دارم. ای اینجا معنا که انسان از همه چیزی که الله امرش میکند، از همه چیز عاجز است، ناتوان است. برای همین میگه چی قدری که من تانستم همون ادا میکنم. برای همین الله میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تو را حدودار نمیکند مگر بر اون چیزی که تو از عهده او میبرایی. چیزی که از عهده او نبرایی الله تکلیفت نمیکند. برای همین انسان وقتی که چیزی که وعده کرد، چیزی که وعده داد، همون را باید انجام دهد، همون را باید ادا کند. پس چی گفت؟ اعوذ بک من شر ما صنعت، پناه میبرم به تو از چیزی بدی که من او را انجام میدهم. یعنی که انسان چی میگه؟ پناه میبرد، لجوء به سوی الله میکند. و خدا یعنی انسان که پناه میبرد از همه بدی هایی که از دستش میبرد، پناه میبرد به الله، از همه گناهان، از همه بدی ها، از همه چیزایی که معصیت هایی که او مرتکب آن میشود، به الله پناه میبرد از بدی همونها. برای که به غیر الله کسی دیگر پناه نمیبرد. غیر الله تو را از گناهات نجات نمیدهد. همو الله هست که تو به او پناه میبری و وای تو را از گناهات میبخشد. عرق خودی باشد، زنا باشد، چیزی نباشد، انسان پناه به الله میبرد از بدی هایی که او انجام میدهد. پس باز چی میگه؟ ابو لک بنعمتک علی، ای من اعتراف میکنم اون نعمت هایی که تو به من ارزانی کرده ای. چی نعمتی نباشد؟ نعمتی بینایی است، نعمتی شنوایی است، نعمتی سخنزنی است، دست و پا است. چی نعمتی نباشد؟ من اعتراف میکنم که همه نعمت از جانب توست و تو شایسته چی هستی؟ و تو شایسته سپاس هستی، شکر هستی. تو تنها اون نعمت‌های بی عدد و بی اندازه‌ای که تو برای من داده ای، برای همون من اقرار میکنم، اعتراف میکنم که تو صاحب نعمتی. غیر تو هیچ کس صاحب نعمت نیست. هیچ کس نعمت ها را برای بندگانش ارزانی نمیکند مگر تو. و ابوء بذنبی فاغفر لی،
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. باز یک اعتراف دیگر که من اعتراف و اقرار میکنم که من بنده گناهگار هستم، که من بنده که اعتراف و اقرار به همون گناهایی کردم، اون گناهی خاصی است که من انجام دادم یا که در عموم گناهایی کردم، من اعتراف میکنم که من گناهگار هستم. پس باز میگه که ابو لک بذنبی، یعنی که من اعتراف میکنم، اقرار میکنم که من گناه صادر کردم و من گناه صادر میکنم و عفو کننده و بخشنده گناهان تنها تویی و من به تو لجوء میکنم، به تو مراجعت میکنم، غیر تو کسی ندارم، برای همین به تو مراجعت میکنم که گناههای مرا بخشی و اون نعمت هایی که داده ای، اون شکر آنها را که ادا نکرده ام، برای همون هم مرا ببخشی. چقدر نعمت بزرگ برای آدم عطا کرده است، شکر آن انسان ادا نمیکند. کمی از مردم و قلیل من عبادی الشکور، و عدد کمی از مردمان شکرگزاری سپاسگزاری میکند. باز وقتی گفت که ابو لک بذنب، اعتراف کرد که من گناه میکنم، اعتراف کرد، پس چی گفت؟ فاغفر لی، پس مرا ببخش. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس هر آینه بخشنده گناهان غیر تو کسی نیست مگر توی، تنها تو میبخشی، نه اولیاء میبخشد، نه اگون کسی گر میبخشد، غیر تو کسی نمیبخشد. بخشنده توی، عفو کننده گناهان توی، غیر تو گناه کسی نمیبخشد. اگر کسی اعتراف کند، بنده اعتراف کند به گناهش و توبه کند، الله توبه او را قبول میکند، توبه شایسته کند. برای همین برادران گرامی، این بود همین دعایی که در زیرش نوشته است، کسی گفت همینه واردی بهش میشود. ببینید چقدر اقرار و اعتراف کردن دارد که یکمش که تو میگوی انت ربی، توحید ربوبیت، لا اله الا انت، توحید الوهیت، خلقتنی، توحید ربوبیت، همه چیز در بر میگیرد. خلقتنی معنا چیست؟ معنای وقتی که مرا آفریدی، تو مرا خلق کردی، تو مرا رزق میدی، تو مرا شفا میدی، همه چیز از توست. و انا عبدک، من بنده تو ام، من بنده تو ام، بنده باشی، بندگی تکن به الله. انا عبدک، ای من اون امرهای تو کرده، امر کرده و نهی کرده، من همونا را انجام میدهم و وعده میدهی و اعتراف میکنی. همه این اعتراف کردنه که تو، برای همین اینا میگن سعید استغفار از همه بزرگترین استغفار همین است که هر یک کلمه این بسیار معنای بزرگی دارد. این کمتر خلاصه درباره همین دعا و از دعای نه که خود ما را فراموش نکنید و هر یک دعایی گفتید معنای اون دعا را فهمید که چی میگویید، لذت اون را برید که هر یک دعا برای خود لذت دارد. السلام علیکم و رحمت الله.